بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس ما رو به کجا میبری هارون هوپ؟ به قصر آخناتون به دستور فرمانروا. آماده هستن جناب هارون. حرکت میکنیم. برو. می توانم
سوال بکنم؟ پاسخ میدم جناب آن ما. میتوانید بپرسید. فکر میکنی آمنوده یا به قول شما آخناتون برای چه ما را احضار کرده؟ برای محاکمه. او تصمیم دارد شما را در حضور تعدادی از مردم شهر محاکمه کند. در بین مردم شایع شده که آمون سخن میگفته و خدای زنده بوده، نه تندیس. آخناتون میخواهد بداند که آمون چگونه سخن میگفته. من پاسخ آخناتون را خواهم داد، اما شما که از دوستان ما بودید و با حمایت ما به فرماندهی لشکر مصر رسیدید، چرا تنهایمان گذاشتید؟ ما از شما انتظار یاری داشتیم. من هنوز هم آمون را میپرستم و برای شما هم احترام قائلم، اما پیش از آمون باید آخناتون را اطاعت کنم، چرا که او فرزند خداست. یعنی همه فرمانروایان مصر مقام نیم خدایی دارند. او فرمانروای من و همه مردم مصر است. خیلی دلم میخواهد برایتان کاری انجام دهم، اما نمیتوانم. آیا میدانی چه کسی میخواهد ما را محاکمه کند؟ گمان میکنم یوزارسیف. یوزارسیف هنوزم دست بردار نیست؟ نمیخواهد ما را به حال خود رها کند؟ خداوند یکتا را به خاطر همه نعمتهایش ستایش می‌کنم. اگر به لطف و اراده خداوند یکتا نبود، ما به فکر پیشگیری و چاره‌جویی برای مهار قحطی نمی‌افتادیم و معلوم نبود به چه سرنوشتی گرفتار می‌آمدیم. نیل را بنگرید که چگونه خشکیده، دشت‌ها و مزارع را بنگرید که چگونه تفدیده. سرنوشت ما هم جز این نبود. اکنون بسیاری از بلاد دیگر نیازمند یاری شما هستند. اگر عنایات خداوند نبود، اکنون شما نیز چون دیگر بلاد نیازمند و درمانده بودید. پس این نعمات و عنایات را پاس بدارید و شکر بگویید. حال که دیوهای سرد و سنگین و نشانه های زلالت و گمراهی را نمی پرستید، به جاست که ستایش و پرستش خداوند یکتا را به جای آن بنشانید. از امروز فرمان داده ایم در معبد آمون خدای یکتا ستایش شود. خداوند قلوب همه ما را بیش از پیش به نور هدایت منور کند. باید اقرار کنیم که تو از من قوی تری. یوزارسیف همیشه رو دامون را استاد خود بود. حرکت کن. رودامی؟ بله علی جان، رودامون هست. تاکنون کجا بودی؟ در جنگ چندین ساله با همسایگان شمالی بودم، همراه جناب هرم‌ها. از این پس همیشه در کنار من باش.
تاما دیامنی، ما کجا هستیم؟ اینجا کجاست؟ اینجا منزل جناب یوسف است. من شما رو به اینجا آوردم بانو. شما آسنات هستین؟ همسر یوسف نبی؟ من گمان می‌کردم جناب یوسف را بسیار دوست می‌دارم، اما آنگونه که از ندیمه های شما شنیدم عشق و محبت را باید از شما آموخت. نزدیک 30 سال اشک و آه و اشتیاق، 30 سال فراق و ملامت و دوری. به خداوند قسم این گونه عاشقی را باید ستود و این بردباری را باید تقدیس نمود. عشق من به آن پاکی که شما گفتید نبود. یوسف برتر از آن است که گناهکار آلوده‌ای چون مرا لایق عشق او باشد. من عشقم را با هوس و تمناهای نفسانی آلوده کردم و مجازات آن را هم به دوش کشیدم. شما گمان می کنید همه چیز را می دانید. 30 سال بار ملامت، 30 سال نیش و کنایه شنیدن، تحقیر شدن، 30 سال ناله کردن و اشک ریختن، 30 سال کو به کو دویدن، 30 سال دویدن و به مقصود نرسیدن. مجازاتی بود که تحمل کردم و دم بر نیاوردم. آگاهی من محدود به لحظات کوتاهی است که در کنار شما هستم و از زبان ندیمه هایتان درباره شما شنیدم. اگر از شما هیچ ندانم و از آنچه بر شما گذشته بیخبر باشم، بر من ایرادی نیست. باید دید چرا یوسف از شما بیخبر بوده. او باید پاسخ این بیخبری را بدهد. نه، شما را به خدا این گونه از یوسف سخن نگویید. کمی تحمل کنید، من باز میکردم. جناب یوزارسیف کجا رفتن؟ اکنون در تالار بزرگ نزد فرمانروا آخناتون هستند. با من بیاد. آسنا صبر کنید. آسنا، آخر یوسف از کجا بداند بر من چه گذشته؟ یار و غمخوار همه مردم است. کوهی از مشکلات و غم و اندوه او را احاطه کرده. متعلق به زلیخا نیست که به او بیاندیشد. شنیدم هر زمان که تو در معبد بودی آمون با مردم سخن می گفت، هر زمان که نبودی سکوت می کرد. تو خود باور می کنی آمونی که آنگونه حقیرانه توسط کاهنان پنهان شده بود بتواند سخن بگوید؟ با دلایل واهی مردم عادی را می توان فریفت، اما جناب یوزارسیف را نمی توان. حقیقت امر این بود: از پنجره نزدیک آمون با مختصر تغییری در صدا با مردم سخن می گفتم. انعکاس صدا در معبد این امر را بر بعضی مشتبه می کرد که آمون سخن می گوید. تو انسان زیرکی هستی آنخ ماهو. چرا از این درک و درایت در جهت کمک به مردم بهره نمی گرفتی؟ تکرار یک مطلب کذب گاه موجب می شود که خود گویندم آن مطلب را باور کند. تکرار موجب شده بود با به راستی آمون را خدا تصور کنید. چرب شیرین دنیا و حماقت و نادانی مردم هم خیلی
وسوسه بگیر. مردم این گونه میخواستن، ما هم به نفع خود بهره میگرفتیم. فکر نمی کنید که حماقت مردم هم از آن دروغ‌هایی است که به خاطر تکرار باورتان شده؟ مردم احمق نیستند. چون حقیقت را از آنان پنهان کرده اید، کذب شما را حقیقت پنداشتند. شما حق و باطل را در کنار یکدیگر به آنان عرضه کنید تا ببینید کدام را انتخاب می‌کنند. بانو آسنات همسر عزیز مصر اجازه ورود می‌خواهند. بگویید وارد شوند. بانو آسنات نیاز به اجازه ندارند. امیدوارم نبی خدا مرا عفو کند، چون میخواهم از ایشان به محضر فرمانروا آخناتون شکایت کنم. آسنات، امروز محاکمه کاهنان است. محاکمه مرا بگذار برای وقتی دیگر. من تعجیل دارم، نمیتوانم صبر کنم. محاکمه کاهنان بماند برای بعد. آسنات سخن بگوید. میخواهم بدانم عزیز مصر جناب یوزارسیف که تمام عمر خود را صرف آسایش جسم و روح مردم مصر کرده، چرا باید از حال و روز آواره این نابینا و پیر و دل سوخته بیخبر باشد؟ چه شد؟ بانو چه شد؟ شما را چه شد؟ پیرزنی را که تو میگویی از کجا باید میشناختم؟ او حتی در رویا ذهن مرا به خود مشغول کرده بود و تو شاهد بودی. من از کجا او را پیدا میکردم؟ شما او را میشناختید و به او بی‌توجه بودید. همان کسی که شما را با محبت سالها پرورید و آنگاه که شعله عشق در وجودش شعله‌ور شد و همه هستیش را به آتش کشید، به حال خودش رهایش کردید. او همان زلیخاست. زلیخا؟ نه، این ممکن نیست. زلیخا اشرافزاده زیبا و متمول بود. چگونه ممکن است او زلیخا باشد؟ عشق شما او را به این روز انداخته. 30 سال به انتظار شما بوده. 30 سال آواره کوی به کوی به دنبال شما گشته. تمام هستی، جوانی و زیباییش را فدای شما کرده و آنگاه شما از او غافل بوده. این نیست که تو میگویی آسنات. همه یه حقیقتی نیست. جناب فرمانروا 12 سال پیش خود مرا از زندانی که پوتیفار و زلیخا برایم تدارک دیده بودند آزاد کردند. ما شاهد بودیم که چگونه زنان اشراف مصر و زلیخا به یوزارسیف تهمت بستند و او را 12 سال به کنج زندان انداختند به جرمی که او هرگز مرتکب نشده بود. همه به خیانت خود اعتراف کردند و به بیگناهی یوزارسیف شهادت دادند. اما من که از زندان آزاد شدم با آنان چه کردم؟ هیچ. همین که زلیخا و شوهرش را مجازات نکردم، باید خداوند را شاکر باشم. از طرفی من از کجا باید میدانستم که دومین زن مصر با آن همه شوکت و مکنت به چنین روزی افتاده؟ او از اوج به زیر افتاده و اکنون نیاز به دلجویی داره. تو خود میدانی که من از هر کس به این دلجویی مشتاق‌ترم.
سالهاست پیرزن نیازمند رویاهای مرا رنج می‌دهد و آرزوی برآوردن حاجات او را دارم. اگر اجازه دهید من برای دیدن زلیخا مرخص شم. نه خیر، ما همه مشتاقیم که این پاک باخته دلسوخته را ببینیم. اگر اجازت دهید من او را به اینجا بیاورم. او را به اینجا بیاورید. خداوند می‌فرماید زلیخا زجرهای بسیاری کشیده و خطاهای خود را جبران کرده. او اینک زنی با ایمان و یکتاپرست میباشد. از او دلجویی کن، او را به همسری برگزین و بدان دعاهای تو در حق او مستجاب می‌شود. از تو دعا کردن، خواستن و از خداوند پذیرفتن و اجابت کردن. پیامی تازه بود یا نبی خدا؟ فرمان عجیبی بود. امر شد که از زلیخا دلجویی کرده او را به همسری انتخاب کنم. ازدواج با این پیرزن عاجز و درمانده؟ او که فرتوت و نزار است. فرمان خداوند یکتاست که با این پیر دلسوخته ازدواج کنه. مرا با وجود همسری به زیبایی تو چه نیاز به همسر؟ او هر چه باشد برای من تفاوت نمی کند. من از لطف پیامبر خدا سپاسگزارم. اگر زلیخا زیبا و بی همتا هم بود، من هم فرمان پروردگار را اطاعت میکردم. بانو زلیخا و همراهان اجازه ورود میخواهند.
یوسف نبی را استشمام میکنم. گمان میکردم به حضور نبی خدا مشرف میشه. تو هستی زلیخا؟ روزی من بودم، اکنون همه تویی. زلیخایی در میان نیست. نمیپرسی آن همه ثروت و محنتم چه شد؟ میدانم همه در راه یوسف سر شد. نمیپرسی آن همه جاه و جلالم کجا رفت؟ شنیدم همه را در راه من فنا کرده. نمیپرسی آن همه زیبایی و جمال چگونه زایل شد؟ درد عشق جانسوز است و تنگ و داز. حال بگو ببینم آن همه عشقت به یوسف کجاست؟ آن عشق هنوز پابرجاست. با تمام وجود آن را پروریده درون سینه محفوظ داشتم. مرا ببخش اگر از تو بیخبر بودم. اراده او که فوق اراده هاست مرا بیخبر گذاشت. قصور از من نیست. این تو هستی که با من این گونه ملاطفت میکنی؟ نه، این حق است که با تو این گونه عنایت میکنم. اینک تو مورد توجه پروردگار یکتا هستی. بگو از من چه میخواهی؟ چه آرزو کنم که ندارم. محبوب میخواستم که در کنار من است. معبود میخواهم که در محضر او هستم. تنها یک آرزو دارم، دیدار یوسف. آن هم دیده بینا میخواهد
که من ندارم. اگر معشوق را توان بینا کردن دیده تو نیست، معبود را که هست. تو از معبود بخواه، من نیز دعا میکنم. اگر مشیت او باشد، دیده تو بینا میشود. پروردگارا، بر دیدگان این بنده ملتمس نوری فرست و همان گونه که دل او را به نور ایمان منور کرده ای، دیده او را نیز روشن گردان. یوسفم، تو هستی؟ با من چه کردی یا نبی؟ من شما را میبینم، من میبینم، من میبینم. درست نگاه کن، همه را میبینی؟ فقط شما را میبینم، یعنی نمیخواهم جز شما را ببینم. از او خواسته بودم تا دیدگان بی فروغم را بینا کند، یک بار دیگر یوسفم را ببینم و بمیرم. در این فرصت کوتاهی که دارم فقط میخواهم شما را ببینم. ای عشقهای گرم و مزاحم، از من چه میخواهید؟ بگذارید در این لحظات آخر عمر یوسفم را خوب ببینم. نگران نباش صدیقا، اراده خداوند بر این قرار گرفته که تو را عمری دوباره عنایت کند تا سالهای طولانی رنج و انتظار بدین سان جبران شد. عنایت خداوند را میبینید؟ باور میکنید؟ زلیخا بینا شده. چرا که نه؟ وقتی پیامبری دعا کند خداوند عالمیان اجابت میکند. روشنایی دیده کمترین معجزه است.
بانو شما چقدر پیر و شکسته شد. همه عمر خود را به پای من گذاشتی. بانو من شما را میبینم. یا شما هم لطف و عنایت پروردگار را میبینید؟ من باید چه کنم یا نمی؟ چگونه سپاسگزاری کنم؟ آیا سجده کنم کافی است؟ آری، سجده شکر به جای آور که زیباترین تجلی بندگی سجده است. کاهنان معبد آمون چه میبینند؟ آیا هنوز هم تردید دارید؟ من چیزی نمیبینم. لحظه پیش تو مرا زیرک خواندی، پس اونقدر احمق نیستم که این گونه بازی ها را باور کنم. عمری نیرنگ بازی و دروغ پردازی شما را کر و گنگ و کور کرده است و هیچگاه از گمراهی خود بر نمیگردید. باور کردن چه چیز احمقانه است؟ قدرت آتون خدای یکتا یا بینا شدن زلیخا؟ من در هر دو تردید دارم. اصلا باور ندارم که پیش از این زلیخا نابینا بوده باشد. نابینایی زلیخا شهره شهر است. تردید ندارم. اینک من در بینایی شما شک دارم. در نابینا بودن زلیخا تردید دارید. مانع نیست. آیا باور داری که او فرتوت و پژمرده شده است؟ اگر او جوان و زیبا شود ایمان می‌آوری؟ معلوم است، اما به شما اطمینان میدهم اگر مردگان حیات یافتند و ظلمت نور شد، زلیخا هم جوان می شود.
خب آنخ ماهو، زلیخا هم جوان شد. میدانستم قلبی که هزاران نفر از بندگان خدا را به سوی کفر و شرک و بتپرستی سوق داده هیچگاه به نور هدایت منور نمیگردد. هنوز هم نمیخواهی به خدای یوزارسیف ایمان بیاوری؟ باز هم میخواهی از آمون زبون پیروی کنی؟ من به سوی یوزارسیف میروم. من دیگر نمیخواهم از پیروان آمون باشم. آیا نبی خدا مرا میپذیرد؟ خوش آمدی خفو، خوش آمدی. آینه این باور کردنی نیست. خدا چنین عنایتی به کسی نمی کند. خدا تو را خیلی دوست دارد زلیخا. باید خدا رو شکر کرد که چشمانتان بینا شده. خوشحالم که باز هم زیبا و جوان شده. من در گذشته نیز دیدگان بینا و چهره زیبا داشتم، اما آن زمان خالق آن را نمی شناختم. از خداوند سپاسگزارم که این بنده خطاکار را مورد عنایت قرار داد. بانو، جناب یوزارسیف در پشت در هستند. ظاهراً قصد دیدار بانو زلیخا را دارند. نه اکنون نه. از ایشان پوزش بخواهید و فعلا مرا معذور بدارید. اگر اجازه بفرمایید میخواهم چند روزی را با خدای خود تنها باشم. نمیخواهم جز خدا به هیچ چیز دیگری فکر کنم. متوجه نمیشم. دلیل این اکراه چیست؟ نمیدانم چه اتفاقی افتاده.
فقط میدانم که فعلا دیدار ایشان برایم مقدور نیست. از جانب من از ایشان عذرخواهی کنید. حال او چگونه است؟ بهبودی یافت؟ خوب است. به هوش آمده. می توان او را ملاقات کرد؟ فعلا نه. او شما را نمیپذیرد. یعنی نمیخواهد مرا ببیند؟ او میگوید فعلا از دیدار با شما معذور است. او میخواهد چند روزی را با خدای خیش خلوت کند. میخواهد تنها باشد. شما منظور او را میفهمید؟ من که سر در نمیآورم. نه به آن همه اشتیاق برای دیدار شما، نه به این خودداری. فکر میکنم این حالت زلیخا را درک کنم. با او کاری نداشته باشی. گمان میکنم او به این خلوت با خدا نیاز دارد. موضوع چیست؟ برای من هم بگویید. خوشا به حال زلیخا. این سعادت را به هر کس نمیدهم. او سالها کوی به کوی گشته، در به در جستجو کرده تا خانه یوسف را یافته است. خسته و درمانده به امید دیدار یوسف در قلباب کرده، اما آن که به رویش در گشوده زیباتر از یوسف بوده و مهربانتر از او را پذیرفته. انصاف باید داد. یوسف کجا و زیبای مطلق خالق یکتا کجا؟ من حق ندارم به سعادت و عنایتی که در حق زلیخا شده حسادت کنم. حسادت در شأن آسانات نیست. به زلیخا باید غبطه خورد. او با معشوق دیگری خلوت کرده و گمان میکنم این خلوت نشینی و این شور و جذبه 40 روز به درازادی انجامد. 40 روز؟ آری، او پیش از این مدت این خلوت را ترک نخواهد کرد. سالهای سال او انتظار شما را کشیده است و اینک نوبت شماست که مدتی منتظر او بمانید. امروز هم نیامدند. چرا گریه میکنید مادر؟ مگر همسفرانشان نگفتن میآیند جای نگرانی نیست؟ پس کو چرا نیامده؟ میآیند. شما نباید می آمدید. باید منتظر می ماندید تا فرزندان یعقوب هم بیایند. اگر ما خود را زودتر به کنعان نرسانده بودیم که همه شما از گرسنگی مرده بودیم. ارسانی، ما نمیدانستیم تا کی باید منتظر آنها بمانیم. آنها را بردند و ما اصلا دیگر آنها را ندیدیم.
میبینید در کنار کلبه چند زن منتظر ما هستن. اگر اشتباه نکنم پدر را نیز میبینم. آن خاک چیست دینه؟ خودشان هستند. آری، آن خاک برخواسته از حرکت چارپایان است. آمدن پدر بزرگ، کاروانیان آمدن. برویم یاریشان. آمدن، فرزندانمان آمدن. سلام پدر. سلام. چرا دیر کردید؟ کنعانیان 3 روز است که آمده. بگذار برسیم، ماجراش طولانی کنیم. برویم. خدایا شکر. میبینی؟ با آنکه از آمدن آنها خوشحال است، اما نمیخواهد با آنها روبرو شود. خب معلوم است نمیخواهد آنها را ببخشد. بنیامین، مردم آمدند. من به نظر در میرم. قصور از ما نبود مادر. ما میخواستیم به محض رسیدن به مصر و تهیه گندم باز کردیم، اما عزیز مصر مانع شد. در حقیقت ما را میهمان کرد. عزیز مصر هوس کرده بود که از برادران کنعانی پذیرایی کنه. اگر اعتراض نمی کردیم و از نگرانی ها و چشم انتظاری های شما نمی گفتیم، به این زودی رهای ما نمی کرد. پس پدر کجاست؟ از روزی که شما رفته اید نگران مدام این راه را می نگریست، مخصوصا از لحظه که کنعانیان بدون شما بازگشتند. بسیار آشفته شد. تا به حال اینجا بود. خیالش که از جانب شما آسوده شد به درون کلبه رفت. از دور دیدیم که رفت. یعنی هنوز هم نمیخواهد ما رو ببیند؟ حق دارد. خاطر یوسف فراموش شدنی نیست. نمیخواهد ببیند. اجباری که نمیشود. احد، شاه
مردم کنعان را در شادی خودتان سهیم بدانید. خوشحالیم که فرزندانتان برگشتند. سپاسگزارم یاکی. خدا شما را حفظ کند. به مردم بگویید به کنعان بروند. به کنعان باز میگردیم. اگر او هم نخواهد شماها موظفید به دیدار او بروید و احوال او را جویا شوید. راستش پدر اجازه می دهید؟ درود خداوند بر نبی خدا. سلام بر نبی الله. سلام بر پیامبر خدا. درود بر نبی خدا. درود بر نبی خدا. درود بر نبی خدا. درود بر نبی خدا. سلام پدر. درود خدا بر شما پدر. سلام پدر. درود خداوند بر شما. خوشحالم که برگشتید. ما همه خوشحالیم که بار دیگر شما را ملاقات میکنیم. امیدواریم که حال نبی خدا خوب باشد. نگران شدیم. چرا دیر کردید؟ عزیز مصر ما را نگه داشت. در حقیقت ما را میهمان کرد. بسیار هم اکرام نمود. این گندمی است که عزیز مصر به ما داده است. بسیار خوب و مرغوب است. چه بوی خوشی، چقدر نشاط‌آور. بوی حیات میدهد. این گندم بوی آشنا میدهد. زندگی را به مردم کنعان بازگردانده. عزیز مصر همه مسافران را مورد عنایت و اطعام قرار داد یا فقط با شما این گونه بود؟ چون دیگر کنعانیان را ظاهراً مورد توجه قرار نداده. نه، فقط با ما این گونه بود. 3 روز تمام در قصر خود از ما بهترین پذیرایی را به عمل آورد. از خود نپرسیدید برخورد دوگانه عزیز مصر با مردم یک شهر چه دلیلی دارد؟ میگفتن توجه عزیز مصر به خاطر یکتاپرستی ماست. نه، این نمیتواند باشد. همه دیگر همسفران کنعانی شما یکتاپرست بودند. نه، دلیل دیگری باید داشته باشد. او حتی پیشکار مخصوص خود را مأمور پذیرایی از ما کرده بود. مصر سرزمین کهنسال و عزیز مصر مرد بزرگ و قدرتمندی است. او را با شبانان بی بضاعت کنعان چه کار؟ این لطف و عنایت او یا از سر درایت بوده است یا آشنایی. آیا او را شناختید یا او ابراز آشنایی نکرد؟ نه،
او اظهار آشنایی نکرد. البته من و روبین گمان میکردیم که او را میشناسیم یا شاید او را جایی دیده ایم. خیلی فکر کردیم اما نتوانستیم او را به جا بیاوریم. در قبال این اکرام و احترام از شماها چیزی نخواست؟ توقعی؟ سوالی؟ تقاضایی؟ نه اصلا او بی‌نیازتر از آن بود که از ما چیزی بخواهد. با اینکه عزیز مصر مرد مهربان و بخشنده‌ای بود، اما گندم زیادی نصیب ما نشد. اگر شما و بنیامین هم بودید دوست همه گندم بیشتر میگرفتیم. مهم نیست. اگر بتوانید هر دفعه همینقدر گندم بیاورید قحطی را سپری خواهیم کرد تا سال دیگر هم ببینیم مشیت خداوند بر چه قرار میگیرد. ولی نوبت بعدی وجود ندارد پدر، مگر اینکه بنیامین را هم در سفر بعد همراه خود ببریم. یعنی اگر بنیامین نیاید شما برای آوردن گندم نمی روید؟ نه پدر، منظور شمون این نبود. عزیز مصر گفت اگر در سفر بعد برادر کوچکتر را به همراه خود نیاورید به شما گندم نخواهم داد. او از کجا میدانست شما برادر دیگری هم دارید، آن هم کوچکتر از همه شما؟ از سخنان ما فهمید. به او گفتیم پدری پیر و برادری کوچکتر از خود داریم، سهمی هم برای آنها بدهید. او به ما مشکوک شده بود پدر و گمان میکرد که میخواییم از محبت‌های سوء استفاده کنی. آری پدر، او گمان کرد برای به دست آوردن گندم بیشتر دعوی داشتن پدر و برادر میکنیم. هرچه عجزالابه کردیم، سوگند خوردیم، باور نکرد. گفت اگر راست میگویی در نوبت بعد برادر کوچکتان را بیاورید تا باور. گفت اگر برادرتان را به همراه نیاوردید به مصر هم نیایید وگرنه مجازات میشوید. محال است بنیامین را با شما همراه کنم. این را از فکر خود بیرون کنید. آرام باشید پدر. چیست؟ این سکه ها درون بار گندم چه می کنن؟ چقدر هم زیاده است. شما کارتان را بکنید، من همکنون باز میگردم. اینها رو از کجا آوردی؟ درون یکی از بارهای گندم بود. درست به اندازه همون سکه هایی است که به مأمورین برای خرید گندم دادیم. سکه های خود ماست. کیسه را نمیشناسی؟ آری کیسه خود من است. ظاهرا عزیز مصر گندم رایگان به ما داده. از کجا که اشتباهی نشده باشد؟ تردیدی نیست که عمدی در کار بوده. از کجا معلوم که مقصود امتحان ما نیست؟ شاید عزیز مصر میخواهد بداند که ما این امانت را تصاحب میکنیم یا اینکه باز میگردانیم. نکند در معامله غش کرده بهای گندم را نپرداخته باشید. شما به ما حرامخواری نیاموخته اید پدر؟ به شما اطمینان میدهیم که این چنین نیست. ما از سکه ها بیخبریم. با این وصف عزیز مصر خواسته شما را تشویق کند که دوباره به مصر بازگردید. اما چرا؟ آری چرا؟ چرا عزیز مصر مشتاق بازگشت آنهاست؟
عرض کنیم؟ نمیدانیم. و شاید این اقدام نه تنها نشانه اشتیاق نیست، بلکه نشانه بی‌رغبتی و عدم اشتیاق عزیز مصر است. آن را که بپذیرند بضاعتش را نیز قبول کنند و آن را که نپذیرند بضاعتش را بازپس دهند. خداوند تبارک و تعالی بنده ای را که دوست بدارد اعمالش را ضبط و در نامه عمل ثبت می کند و آن را که دوست ندارد طاعات و عباداتش را یک جا رد می کند. مبادا عزیز مصر با نهادن سکه درون گندم ها شما را از درگاه خویش رانده باشد. نمیتواند این گونه باشد. عزیز مصر مشتاق دیدن ما بود. اگر اصرار ما نبود به این زودی رهای ما نمیکرد. بله پدر. همینطور. اگر نپذیرفتن سکه ها نپذیرفتن ما بود، پس این همه محبت و پذیرایی برای چه بود؟ با این وصف شک نکنید که عزیز مصر نقشه‌ای در سر دارد. آن پذیرایی، آن همه اکرام، بازگرداندن بهای گندم و از همه مهمتر اصرار در دیدار بنیامین، همه اینها نشانه طرح و ترفندی است که عزیز مصر در سر می‌پروراند. امیدوارم سوء نیتی در کار نباشد. ولی فکر نمی کنید این سکه ها نشانه حسن نیت عزیز مصر است؟ اصرار در دیدار بنیامین چه؟ اگر در مورد بنیامین به ما اعتماد نکنید حق دارید، اما در حسن نیت عزیز مصر تردیدی نیست. نه، با این همه بنیامین را با شما به مصر نخواهم فرستاد. چرا بنیامین را با آنها نمیفرستی؟ برای اینکه اینان از گناه نسبت به یوسف تا کنون اظهار ندامت نکردند. کسی که اظهار ندامت نکند از کجا معلوم خطای گذشته را دوباره تکرار نکند؟ اگر گندم ها تمام شد چی؟ آن وقت چه خواهیم کرد پدر؟ او که هنوز نتوانست خاطر یوسف را فراموش کند، چگونه میتواند در سفر بعد بنیامین را به دست ما بسپارد؟ مجبور است، وگرنه عزیز مصر به ما گندمی نخواهد داد. یعنی پدر مجبور است یک بار دیگر جگرگوشش را به دست گرگ‌ها بسپارد؟ ما که گرگ نیستیم. یک بار اشتباهی شد و تمام شد. اکنون در مورد بنیامین نیت بدی نداری. از کجای من معلوم؟ از توبه کردنهای من؟ از اظهار پشیمانی های من؟ یا از حقیقت گفتنها و پوزش خواستنهای من؟ پیرمرد چقدر التماس کرد که حقیقت را بگوییم و از گناه خود توبه کنیم، ولی ما چه کردیم؟ نزدیک به 40 سال است پدر را چون سپند بر آتش فراق یوسف میبینیم و دم بر نمیآوریم. کافی بود یکی از ما حقیقت را به او میگفت و به این اندوه پایان میداد. درود بر جناب یوزرسی. درود خداوند بر تو باد. خسته که نیستی؟ نه عالی جناب، نگهبانی از خانه نبی خدا نهایت آرزوی هر کسی است. سپاسگزارم. خداوند تو را حفظ کنه.
درود بر نبی خدا. میبینم که منتظر هستید. درود بر آسنات خوب و مهربان من. از بانو زلیخا چه خبر؟ همچنان مشغول عبادت است. کم سخن میگوید، کم میخوابد، میل چندانی هم به خوردن غذا ندارد. درود بر نبی خدا. درود خداوند بر شما. برای بانو زلیخاست؟ بله سرورم. میبرم شاید چند لقمه میل کنم. بانو، چرا ابتدا متوجه آمدن جناب یوزارسیف نشدید؟ اصلا متوجه ایشان نشدم. پیش از این از دور هم بوی ایشان را استشمام می کردید. امروز لحظاتی را در کنارتان بودن ولی شما متوجه ایشان نبودید. آن زمان معبود و معشوق من یوسف بود، اما اینک بهتر از او را برای پرستش یافتیم. چرا با یکدیگر سخن نگفتید؟ گفتیم، شما نشنیدید. موضوع چه بود؟ من نفهمیدم. چیزی نیست، فقط بگذارید او راحت باشد. او به تنهایی نیاز دارد. بگو ندیما اتاق را ترک کنند. حضور آنها خلوت زلیخا را بر هم میزنند. من گمان می‌کردم با هم سخن نگفتید. حالان که اسراری را در میان گذاشتید و ما توان شنیدن نداشتیم. تو خود محرم اسراری، خوب هم میشنوی. خود را دست کم نگیر. دست پرورده نبی خدا هستم. هر چه دارم از شماست. گندم فقط همین را داریم؟ 2-3 روز بیشتر کفاف خانواده را نمی‌دهد.
اگر گندم نباشد باید از گوسفندان تغذیه کنیم. همین حالا هم شیر و ماست آنها ما را زنده نگه داشته. پدر بزرگم ابراهیم عمویم اسماعیل را برده بود که قربانی کند. خداوند دستور قربانی را داده بود. وقتی خداوند می‌بیند پدر بزرگم در ذبح اسماعیل تصمیم قطعی گرفته، قربانی او را میپذیرد و گوسفندی را به جای اسماعیل برای قربانی کردن میفرستد. از آن پس عمویم اسماعیل را ذبیح الله نامیدند. چون ابراهیم از اسماعیل گذشت، خداوند اسماعیل را به او بازگرداند. فرزندانم، مثل اینکه مادر بزرگتان با من کار دارد. شما می توانید بروید. سلام فرزندانم. سلام عزیزانم. چه شده؟ با این حال باز به راه افتاده ای؟ به زودی باید شاهد مرگ و میر عزیزانمان باشیم. همین هایی که در مقابل چشمانمان به جست و خیز و شادی مشغولند، همچون مرغان سرکنده پر و بال خواهند زد. پر و بال خواهند زد. چه کنم؟ آیا من مقصرم؟ از گندم ها چیزی نمانده. اگر گندم تهیه نکنیم باید آماده مصیبت باشیم. سلام پدر. سلام بر نبی خدا. سلام پدر. درود خداوند. سلام بر نبی. درود خداوند بر نبی خدا. سلام مادر. سلام مادر. چرا کاری نمی کنید؟ منتظرید قحطی تک تک فرزندانتان را از شما بگیرد بعدا اقدام کنید؟ گندم تنها در مصر یافت می شود که آن هم به ما نمی دهند پدر. یعنی عزیز مصر بدون بنیامین ما گندم نخواهد داد. و من بین بنیامین و نوادگان و فرزندانم یکی را باید انتخاب کنم. بنیامین را خطری تهدید نمی کند پدر، مطمئن باشید. یوسف را هم خطری تهدید نمی کرد. به شما اطمینان می دهیم. اطمینان می دهیم از بنیامین حفاظت کنیم. همان گونه که از یوسف حفاظت کردید. اگر بنیامین با ما نیاید، نه تنها گندمی در کار نخواهد بود، بلکه رفتن به مصر خطر آفرین نیز هست. اگر قحطی نبود چه بهانه‌ای برای بردن بنیامین می آوردید؟ نه، من به شما اطمینان ندارم و او را با شما نمی فرستم، مگر اینکه هر شرطی که قرار دهید میپذیریم. مگر اینکه چه؟ مگر اینکه وثیقه الهی نزد من بسپارید و در پیشگاه خداوند متعال سوگند یاد کنید که او را به من بازگردانید. تعهد میکنیم پدر، قول میدهیم. قول میدهیم. قول میدهیم. و یاد دارید که نفرین من با معبد ایشتار و کاهنان آن چه کرد؟ نه، این گونه نه. بیایید بنشینید و در پیشگاه خداوند دستها را به سوی آسمان بلند کرده و سوگند بخورید. بیایید بنشینید. در پیشگاه خداوند متعال سوگند یاد میکنیم که از بنیامین محافظت کرده و او را به سلامت به نزد پدر بازگردانیم. تعهد میکنیم اگر شده جان خود را از دست دهیم اجازه ندهیم به بنیامین آسیبی برسد. همه در پیشگاه تو و در محضر پیامبر تو عهد میکنیم
همه در پیشگاه تو و در محضر پیامبر تو عهد می‌کنیم که تا پای جان به سوگندمان وفادار بمانیم. کتاب‌های جان به سوگندمان وفادار بمانیم. محروم از مغفرت پروردگار، محروم از مغفرت پروردگار و مستوجب عذاب الهی باشیم. و مستوجب عذاب الهی باشیم اگر به سوگندمان عمل نکنیم. اگر به سوگندمان عمل نکنیم. من این بار فرزندم را به خدا می سپارم، نه به شما، و بنیامین را از او می خواهم. پیشتر یوسف را به لاوی سپردم و آن شد که می دانید و من از آن بیخبرم. امیدوارم این بار گزندی به او نرسد، وگرنه شما پدرتان را زنده نخواهید یافت. حق با شماست پدر. هیچ کس به جماعتی که بد عهد و پیمان شکن هستند اعتماد نمی کند. حق با شماست. بروید و آماده سفر شد. بروید.